درود بر شما دوستای عزیزم. همونطوری که تو ویدیوی قبلی گفته بودم که اینو حدس بزنید، این شیرپوش گیلانیه. این لباسی هم که تنمه پوشش گیلانیه که توی پوشش گیلانی معمولا از رنگ‌های، البته بیشتر توی خطه شمال چون که آفتاب کمتره و بیشتر هوا ابریه، توی لباس‌ها بیشتر از رنگ زرد استفاده میشه، کلا از رنگ‌های روشن. بعد اینم که تعمیرش کردم. این شیردوش ها معمولا لبه های بازی دارن چون که شیر این ور اونور نپاشه. برای گاوه کوچیکترش، برای گوسفندا بیشتر استفاده میشه. توی همین ظرف هم گرمش میکردم. این شیردوش هم قدمتش قاجاریه، سطح قاجاری معمولا این مدلیه، جنسش هم مس هستش. کل بافتش از بین رفته بود و جدا شده بود از قسمت بالایی چون که اینا دستاز هستن. جوش دادمش و دورشو برنج زدم، از خورده برنج استفاده کردم و ترکیب برنج و مس شد که به ترکیب برنج و مس میگن شیر و عسل. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و من رو در راستای حفظ حمایت من رو در راستای حفظ میراث فرهنگی حمایت کنید. بچه‌ها تولید این ویدیوها واقعا خیلی کار سختیه و اینکه من خیلی زمان میذارم برای تهیه متریال و ادیت ویدیوها و تولید این ویدیوها، چون که میخوام این ویدیوها رو به سبک سنتی تعمیرشون کنم واقعا کار دشواریه و سخته. خب و اینکه ازتون عذرخواهی میکنم که این ویدیوم خیلی دیر شد چون که مدام برق میرفت و اینکه تایم کاری من که توی کارگاه بودم تایم بود که دقیقاً برق کارگاهمون میرفت و اینکه واسه همین خیلی طول کشید که من این ویدیوی جدیدم رو آپلود کنم. خب بریم سر اصل مطلب. میبینین رفتگی های زیادی داره اینجاها. ببینید بچه ها، این از 3 تا تیک چون که دست سازه، این یه تیکه از دوختشه. ببینید خیلی قشنگه. این یه تیکه از دوخت دیگهشه. این دوخت زیگزاگیه که باز شده. این قسمتش هم باید تعمیر بشه، همین که باید اینجاها هم مثل این طرفش خیلی رفته پایین، باید بیارم بالا اینجا رو و این دوختشو حالا یا با جوش یا با لحیم پر کنم. این دستش هم که خیلی کج و معبد شده، اینم صاف و صوفش میکنم. اینم نمای کلیشه. اینجاها هم بازم تو رفتگی داره. بعد دیگه اینجاها هم همه باید پر بشه و بریم ببینیم چی میشه. کفش یه دونه تو رفتگی خیلی عمیق داره، یه دونه پارچه گذاشتم داخلش که آسیب نبینه. با سنبه چوبی باشه ترجیح هم بزنه خیلی بهتره. ضربه های ریز و پشت سر هم. چک کنید با دستتون، دوباره ادامه بدید. همشو یه ضربه کاری منظم میکنم چون خیلی جاهاش رفته داخل. بعد از اون چکش میکنم، جاهایی که بیشتر رفته تو رو بیشتر میزنم. قبل از اینکه بخوام جوش بدم یا لحیم بدم این قسمتایی که کلا نیست یا پاره شده رو به هم دیگه، اول باید سابش بدم. یه سری جاهاشو با فرز که بیشتر بود حجمش و ضخامتش بیشتر بود و با فرز انجام دادم، ولی اون جاهایی که ظریف‌تره و حساس‌تره با سوهان دستی انجام میدم سابشش، واسه اینکه جوش یا لحیم بگیره بهش. البته اول خیلی خوب شستمش که گرد و خاکاش بره. بعدم کارای سابش اول بریم جوشو امتحان کنیم. که چی میشه؟ این با جوش
بگیره نمیگیره. اگه با جوش نگیره ترجیح همینه که با جوش بزنم که سفید نشه. برقا هم که رفت مجبوریم تو تاریکی به کارمون ادامه بدیم. اسیر شدیم خودم. این قسمتش که سوراخ شده بود و یه قطعه بهش اضافه کردم همینطور که میبینید. بعد الان میخوام جوش بدم. با یه تیکش رو زدم زیر، این قسمتش رو آوردم بیرون. بعد الان دارم جفت هم فلز مادر رو حرارت میدم هم فلزی که اضافه کردم تا جوشم خوب بگیره. کارای جوشم همه رو تموم کردم. به فرمی هم که میخواستم اینو رسوندم. بعد میخوام دورش رو همین خاطر اینکه خوشگل‌تر بشه، همین که مقاومتش بره بالا و یه اثر هنری زیبا هم بشه، دورش رو میخوام مثل یک گردن، من مثل یک توق از خورده برنج بزنم دورش که خیلی خوشگل میشه. خودم خیلی دوست دارم این کار رو انجام بدم. خورده برنجامو با جوش شیرین قاطی کردم که بهتر بچسبه به برنج. خورده برنج و جوش شیرین رو میذارم روش، بعد چسب میزنم، چسب قطره‌ای. بعد حالا در ادامه بهتون نشون میدم که به چه صورت انجام میشه. چسب رو میریزیم همون توضیحی که براتون دادم. ترکیب جوش شیرین و خورده برنج رو انجام دادم. چسب میریزم، یه لایه نازک فعلا میزنم تا کم کم برم جلو، ظریف بشه کارمون. جاهای خالی رو اول پر کنم، بعد برم توی فرم‌دهی بیشتر و دقیق تر. به نظرم الان هم داره خیلی خوشگل میشه. خب ببینید من این دورش رو از همون ترکیب چسب و خورده برنج و جوش شیرین رو زدم. خیلی خوشگل شده، انگار یه دونه گردنبند داره. بعد وقتی که چسب میزنی بعد صبر کنم تا چسبش خشک بشه، اضافه هاشو سوهان کنم. بعد اگر جایش هم که دوباره نیاز داشته باشه اضافه کنم یا کم کنم. بعد کمی فعلا ولی صبر کنم تا خشک بشه.